سلام به کل مردم مسلمان. از شما احترام خواهش میکنم که این دو کانال رو دستگیر کنید، پس لایک فراموش نکنید. بعد از اون رفتنم که این ویدیو به حد مهم است، التماس این ویدیو رو پهن کنید. بچه یاد نبره که خدا خود هم همچنان میشه، زمانی میشه و پدر میشه خدا خود بچه‌اش میپرتش میره کمات دین و تو دو چی خدا خود ان شاء الله معامله کنی همون معامله از بچه کد میگیری. این جهان کو از فعل ما ندا باز می آید سوی ما عکسی صدا. خدا خود 15 سال بعد 20 سال بعد بچه کد کلوم نشان بعد مردن تن راضی میشه. یک بار گپ تگرد یک بار در بالا سخته بوشه آه میگو یاد نبره حق تو پدر مادر نورد که گو همین دنیا نشون نداره ولی آخرت نمونه همین دنیا نه. چون که ما توصیه کی خدمت کنیم باید حرمت کنیم عزت کنیم. خودت پدر تر من نگی کی حرمتش میکنم. من پدر من قبم زنم کی بعد من حرمت میکنه کی پدر من حرمت میکنه با کی در کاره من اول من خودم حرمت کنم عزت کنم. خدا خواهد پدر کا خرونه پوشونش خدا خواهد ان شاء الله فقط بچه‌یا کنه میپوشونه هر روز 10,000 که در چون تک شتوک دوشگی من کوچایم بچره خش توکیوش زنگ زدگی ایچوری کو پتینکوش کندگی لباس یک چپونی پسیدگی 5 ساله است بیچاره. چون نمیخری یک چپونه که پوشونیش بینی مرد نگو که بعد پدر لباسی خوب کتی کرد روی چی خدا خیر کرده خرده دادش نمیتونی. بچه ای توکتر 18 سال خورون 18 سال پوشاندود. اصلا این بحثی یک جوان دید در بغلش مادرش طواف خونه داره. گفتن که بچه این چیه در اینجا بیادبی نشه همین مونده زیارت که گفت این مادر میگفت من 4 باره حجش میارم. آیا گفت من حق ادا کردیم اگر خدا گفت 70 سال عمر تیاو 70 سال دیگه خدمت کنی یک شبه یک رنجی که به دور خوبی در بوله گهوارت ادا کردی نیستید نیاز نبره. یک شب که در بوله گهوارت خوب کرد خدا خواهد بچه یک ببینیم روز بچه یک خدا خواهد اگر کسر شوه خدا خواهد ماشینه نه پای پیاده گرفته میدویش نمره من جون نگی اگر در چاری گوه که گردش تامش نگه گرده ما گرده من نگی ماش مورم همین حیات بره میگوی پدر تم تزا که همین چنون بود. پدر میگه در کودکی گیرد دستی پسر با امیده که در پیری پسر گیرد دستی پدر. با یک امید کشون که یک زوری پیر شامو پیش آدن شرمندش یک کوچک برارم یک مرکه قپیده برم امید کتی برم این